تو قدم اول زرده و سفیده ها رو از هم جدا میکنیم. بعد 2-3 قاشق از شکری که داشتیم رو به سفیده اضافه میکنیم و تا جایی هم میزنیم که به گله ایستاده برسه. به این شکلی که داریم میبینیم. تو مرحله بعدی زرده و شکر رو با هم مخلوط و وانیل و شیر رو بهش اضافه میکنیم. بعد مخلوط شدن اینا بکینگ پودر، نمک و آردمون رو به این ترکیب الک میکنیم و خوب هم میزنیم. بعد ترکیب اونا سفیده تخم مرغمون رو تو 3 مرحله اضافه میکنیم و به صورت دورانی هم میزنیم که پف کیکمون نخوابه. بعد ترکیب سفیده مواد که یک دست شد قالبمون رو آماده میکنیم. این میزان از مواد رو تو قالب 20 یا 25 گرد میتونیم بریزیم. قالبمون رو گذاشتیم تو فرن با 180 درجه به مدت 25 دقیقه تا کیکمون آماده میشه. ما هم سس رو آماده میکنیم. شیر خامه و شیرین‌سر رو با هم ترکیب میکنیم و میذاریم رو گاز. باید مواظب باشیم که خاممون نجوشه روی گاز. وقتی گرمای خامه رو حس کردیم کافیه، برمیداریم. بعد پخت کیک کاغذ روغنش رو جدا میکنیم و برمیگردونیم تو قالب و با سیخ چوبی همه جای کیک رو سوراخ میکنیم تا وقتی سس رو میریزیم کامل جذب شه. بعد میذاریم یخچال 1-2 ساعتی استراحت کنه و بعد استراحت با خامه فرم گرفته قنادی کیکمون رو کاور میکنیم.